من هر دیگه به پدر کلام کردم. تمامی کتابا را بود کردگی های یکی یک در عقل نداره اوی کردنده. کجا شدن جورای همنشینون؟ کجا شدن جورای مهربانون؟ درس بود نظر شده. آی چند شد. خدای مادر شدم قینه قیم بده مادر شدم. یک در 10 ساعت داوی میکنی. من تقاطی گذاشتم. یک در 10 ساعت وی میکنی. باید من 5 ساعت اپشی در انتظار شم ترا. او خیمه را نگاه نکرد. شما بیزار کردی. تینجی ای بچم چی گپای؟ نه نکردی تو عقل نداری که سری وقت در آوی کنی. چی گپای بچم تینجی ای؟ اگه تو تینجی های ما همین پشتی در قریب خوب بباره. یک نیم ساعته در پشتی در ما همین گرم در زده استم. اینجا دام گرفته است. باید شما در اون مکتوب رو کنیم ها. التماس نامه رو کنیم که برای در آوی کنیم. عصبی نشو بچم. ای در زنی ها دلم زد بچم. بیای جشی بچه جو. عصبی نشو بیو. چخیلی آرام شم. نه من چخیلی آرام شم اوچه جان. ها؟ من نیم ساعته در پشتی در تاق دارم. این دختر در دام گرفته است. من خوب موزه گرفتم درم پشتی در. خوب من گرفتم. ایو که دانشجوش کردی رفت خونده است از سمکچه در برش کسی نبینه میگه که تمامی کتابا را بود کردگی های یکی یک در عقل نداره اوی کردنده یک در پول بیفتین. سلام علیکم خواهران، مادران و اپاهای عزیز. ما امروز خیلی خرسندیم که شرکت فابرلیک برای هر یکی شما شرایط خوبی کاری را فراهم آوردگی که شما میتونین ایخونه هاتون نابرآمده توسط یک تلفن موبیلی در خانه کار و فعالیت خود را بیزنس خود را پیش برده در یک ماه بگیم از 3000 تا 8000 تومان مبلغ پولی را به دست بیارین. برای در شرکت فابرلیک قبول شدن شما در نه دیپلم لازمه، نه زبان روسی انگلیسی خطایی را دانستن لازمه، فقط یک تلفن موبیلی و نگفتن نمونه که زن‌های هستن، مادرای هستن، فرای هستن که در کارخانه ها کار میکنن و هم میتونن که در شرکت فابرلیک با دپلنی تلنی کار کنن، میتونن قبول شوند. برای در شرکت فابرلیک قبول کردن، رجیستراسیون کردن یگان جا نمیرین، یگان یک دیرمه را از خود نمیکنین. همین رقم‌های زیر ویدیو بوده اپای شکرانه بانو دا در واتساپش اینامی رجبالی ابرانی می نویسین، اپای ما اینال تا با آخر 100% شما را میفهمونه. بعد یک چی دیگر هم فراموش نکنید دوستان عزیز، بسیاری ها میگن که در شرکت فابرلیک کار کردن دروغ ای سوسه تودا باور نکنین هیچ وقت. برای که همین باغ ای دوستان عزیز مهنت میکنی، آو میتی، کلان میکنی، بعد میوت میتا. ای هوا یگان کس فایده نمیبینه. به همین خاطر رقم‌های زیر ویدیو بوده در اپای شکرانه دا مراجعت کنین، مبلغ‌های خوب به دست بیارین، بعد خلاصه گپ که زندگی را تنج کنین. یکی یک در عقل نداره اوی کردنده یک در پول بیفتین. همین قد گفتم نیفتم بچه. اوزی اگر دخترت بگه که یک کرتای 10,000 بروماگی ای همون باید ما دادای بخرم سومی یوی میتی شو چه جونا بگه که یک گردن بندی زیبو برومادگی ای ما دادای ولی نو یاد چه خریده نوش بروماگی ای میخری میتیش برای بچت نمیوی ها اوچه برای بچت امروز من قرض دارم امروز من در تندستی قریدگی موچه برای من پول نمیوی ها بچم بود شدی زندگی ما برای تو کرده بودم خونه کردم بچم پولی که داشتم برای کودکوتا برای زن تا خرید کرده روی کردم اوخی من دانشجو دارم من چیزی که بود کردم دیگر نمیتونم بچم زورم نمیرسه بچم تو من باور میکنی یا نه دانشجو داری زورت نمیرسه نه خونه برای چی میخونه نه خونه همی خوندن همی کیده در کاره شوش متی میروم عموما در کار نیست نه با من دفتر شوم نه با من معلم شوم نه با من یکون کسب دیگه یاد بگیره شوش متی بروم اوچا
پول اوچا پول من قرض دارم اینا داره زده استم اوجه داره زده استم اینا ادبو برای همه پول قرض اومده گن اوچا من کجا میوم پولا برای چی وقتش گپی من گوش نکردی 10 بار گفتم ای بچه قطی رفیقای بد جوران نشم شب درگردی بس که بچه بر وقت خانه بیا بچه رفیقای بد قطی جوران نشم بچه من گوش نکردی من مادر نگرفتی ای چه کاری خود کن امروز قرضدار شدی امروز بی پول شدی داد وای دستری من میکنی بچم کجا شدن جورای همنشینات کجا شدن جورای مهربانات کجا شدن جورایی که تو ساعتی 2 3 شب میبردی میخوراندی جوراتا کجا شدن امروز دستی تو نمیگیرن حتی تلفن تا نمیبردارن نه زوری تا فقط امروز دستری مادرت آمده میکنی من کجا میام بچم ای کجا میام من هر دیگه به پدر کلام کردم توی هم خانوندم این هم خانون سده ای کجا پول میام من زوری من نمیرسه بچم من یه آدمی درمندم بچم من همه قصه فهمیدم در حیات که برادر اکا دادر خواهر مادر همش همین وقتی پول داری در دبرتن در وقتی تنگ دستی نه مادر نگاه میکنه نه پدر نگاه میکنه نه خواهر نگاه میکنه امروز من قرض دارم برای من پول نمیابی نه که برای دخترات میابی برای دخترات میابی خوب مالی خوز مرا محبس کنن خوز مرا برا بکشم استغفرالله بچم چیکاری میکنن مالی مرا بکنن من قرض دارم خوب جوابی قرض من خدا میتونم دیگه یگان تب اکا نداری بچه نداری یگان تب من سراغ نکنین یگان تب من سراغ نکنین تمام فهمو؟ بچم یگان بچه نیا استغفرالله بچم تمام من رفتم اینا با تب تب دارن من رفتم ای بچه بچم استغفرالله بچه جان رجب علی بچم مادر بس تمام بیا برادر برای قرض اومدی برادر اینا محبسه میکنی میکشیم چکا میکنی پول تا نتونستم بیافتم کوشش کردم مهنت کردم پیش همه بودم و صرفم کردم مادر به کارما بود کردن نتونستم قرض گردوندم امکانیت باشه انتظار شد امکانیت نباشه مرحمت میرم محبس میشینم برادر آرام شد من برای قرض نمومدم برای چی اومده یگانی بین من و تو یگان مناسبت دیگر نبود برادر راست مادرتون دینا قرضای شما را سپارید در اون وقت حساب کتاب کم ترسومی زیادی رفته من خواستم با خیام را برسونم شما در روچه؟ شما گفتین پول ندارم درست گفتی که من گفتم پول ندارم درست گفتی که من مهر ندارم درست گفتی که من غنیت یا نمیخوام من در فکرت نیستم درست گفتی جموچه من نه موته دشکمی تنگم گنجاندم نخوا که در دنیای روشن ما تا گنجاندم اتونم ما تا نگاه کردم اتونم ما تا مهر دادم اتونم من مادر ندارم فهمیدی؟ مادر همون طلوهایی که خریدی برده فروختم قرضت یا دادم شیر بچه یا چه رجب علی ایبرانی